اگه دوست داشتی از این مدل‌ها ببافی ولی برات سخت بوده، باید بگم آسان ترین روش بافت رو براتون آوردم. شروع بافتمون با 8 تا دونه زنجیره هست. نخ دلا میشه و میچرخونمش و بعد از اینکه سر افتاد در ادامهش 8 تا دونه زنجیره باید بافته بشه. و اینم از زنجیره 8م. حالا میخوایم با این زنجیره ها یه دایره درست بکنیم. پس قلاب میره داخل اولین زنجیره‌ای که بافتم، نخ رو میگیرم و از داخل تمام این حلقه هایی که روی قلاب هست ردش میکنم. یه دایره درست شد. 1، 2 تا و 3 زنجیره در ادامش میزنم. نخ دور قلاب میگیرم، میره داخل این حلقه ای که با زنجیره درست شد. اضافه این نخ رو هم میندازیم روی قلاب تا بین پایه ها مخفی بشه و کارمون تمیز بشه. نخ رو میگیرم و میکشم تا همقد همون 3 زنجیره‌ای بشه که شروع بافت داشتیمش. این 1 مرتبه. دوباره نخ دور قلاب میگیرم، میرم و همون کار رو تکرار میکنم. این 2 مرتبه. این کار رو 6 بار باید تکرار کنیم. 2 بارش انجام شد، پس در ادامهش 4 بار دیگه هم باید تکرار کنیم. و اینم از 4 مرتبه. در مجموع ما اینجا 6 مرتبه به این صورت نخ گرفتیم. حالا قلاب این نخ رو میگیره، سر قلاب به سمت پایین، از داخل تمام این نخ ها ردش میکنم و بعد در ادامهش یه دونه زنجیره میزنم تا این پایه پفکی ما بسته بشه. حالا در ادامهش نخ دور قلاب میگیرم. اینجا ما 6 مرتبه نخ گرفتیم. دوباره میرم داخل این حلقه. این بار 8 مرتبه باید نخ بگیرم. 1، 2 تا، 3 تا، 4، 5، 6، 7 و 8. حالا میخوایم گلها رو ببافیم. ببینید این نخهایی که روی قلاب هست، این دوتای اولش رو در نظر بگیرید. نخ رو میگیرم و از داخل دوتای اول ردش میکنم. حالا یه دونه این نخی که گرفتیم هست و دوتایی که مربوط به این طرف روی قلاب هست. الان میشه 3 تا حلقه. پس این 3 تا رو یکی میکنم. دوباره یکی همین حلقه هست، یکی هم 2 تا دونه نخ از اینایی که روی قلاب دارم. میام و از داخلشون رد میکنم. دوباره این 2 تا نخی که روی قلاب هست و همین حلقه‌ای که داریم با هم دیگه یکی میشن. به این صورت 2 تا از حلقه هایی که روی قلاب هست و خود همین حلقه‌ای که تشکیل شده. اگر درست بافته باشید، انتهای کار باید فقط 2 تا دونه از این حلقه ها برای ما باقی مونده باشه که این 2 تا رو هم یکی میکنم. حالا ببینید این بافت که اینطوری دستمه، به این حالت میچرخونمش و در ادامهش 1، 2 تا و 3 تا زنجیره میبافم. از اینجا این روالی که بهتون میگم تکرار میشه و یه الگوی خیلی راحت هم هست. فاصله این گل با این پایه پفکی ببینید این قسمت میشه. حواستون باشه که نخها رو نگیرید. این فضایی که اینجا بینشون هست همیشه به ما نشون میده که پایه های پفی جدید رو باید ببافیم. نخ دور قلاب داخل این فضا میرم و 6 بار نخ میگیرم. 1، 2 تا، 3 تا، 4 تا، 5 و 6. 6 بار که نخ گرفتم، حالا همه رو با هم دیگه یکی میکنم و یه دونه زنجیره هم میزنم. حالا اینجا این 3 زنجیره هایی هستش که ما قبل از پایه پفی میزنیم، جایی هستش که به ما نشون میده اینجا باید گل های جدید رو ببافیم. خیلی الگوی راحتیه. پس داخل این فضای 3 زنجیره‌ای، فضایی که با 3 زنجیره و پایه پفی ایجاد شده، میرم و 8 بار نخ میگیرم. 2 تا، 3 تا، 4، 5، 6، 7 و 8. 8 مرتبه نخ گرفتم. دیگه میدونید 2 تا نخی که روی قلاب هست به این صورت از داخلش رد میشه. حالا 2 تا نخ از این طرف و این حلقه‌ای که مربوط به نخمون هست. به همین ترتیب یکی میشن این حلقه ها تا برسیم به آخرش. پیش میرم. اگر که درست بافته باشیم، باید انتهای کار فقط 2 تا حلقه برامون مونده باشه. دیگه این روال ثابت و تکراری هست.
از اینجا به بعد رو هم که دیگه خودتون میدونید بعد از اینکه هر گل بافته شد کار به این صورت میچرخه. در ادامهش 3 تا دونه زنجیره باید بافته بشه. بعد از اون فضایی که بین این گل و این پایه پفی هست جایی هستش که پایه پفی جدید که 6 مرتبه ما نخ میگرفتیم باید بافته بشه. بعد از اینکه نخ گرفتن تکمیل شد حالا از داخل تمام این نخ‌ها رد می‌کنیم قلاب و نخ رو و یه دونه زنجیره هم میزنیم. حالا اینجا فضایی که بین این 3 زنجیره و پایه پفی هست به ما نشون میده که گل جدید باید بافته بشه. نخ دور قلاب داخل این فضا میرم و این کار رو 8 بار باید تکرار کنم. حالا این نخ‌هایی که روی قلاب داریم وقتشه که بیایم اول 2 تایی، بعد میشه 3 تایی، در آخر هم اگر که 2 تا حلقه بمونه نشون میده که ما بافتمون رو درست انجام دادیم و حالا نخ اضافه یا کمتر نگرفتیم. پس به این صورت 2 تا که موند یعنی درست کارمون. حالا در نظر میگیریم که بافت ما به اندازه مد نظر رسیده، میخوایم بندینک ها رو ببافیم. موقعی که گل آخر رو بافتم فقط یه دونه زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم و همون فضایی که اینجا داشتیم و پایه پفی رو میزدیم یه مقدار نخ رو میکشم و قلاب میره داخل این فضا 1 بار، 2 بار و 3 بار. 3 مرتبه که نخ بگیریم کافیه. حالا اینجا رو دقت کنید، این نخی که به کلاف متصل هست رو با این 2 تا انگشتم نگه میدارم، بعد نخ رو میگیرم و از داخل این حلقه ها رد میکنم. حالا قلاب میاد میره داخل این نخی که اینجا گرفتم، نخ رو میگیرم میارم بیرون و اینجا 2 حلقه که روی قلاب هست رو یکی میکنم. بعد از اون 1 زنجیره میزنم، نخ رو میکشم، نخ دور قلاب میرم داخل این فضایی که بالا سر پایه پفی ایجاد شده و 3 بار نخ میگیرم، 1، 2 تا و 3 تا. 3 مرتبه نخ گرفتم. حالا این اضافه نخ رو با 2 انگشتم نگه میدارم، قلاب میاد نخ رو میگیرم و از داخل این حلقه ها رد میکنم، برمیگردم سراغ این نخی که گرفتم به این صورت و بعد 2 حلقه یکی میشه. اینم به همین صورت ادامه میدیم تا اندازه بندینک به اون حدی که میخوایم برسه و 3 مرتبه نخ میگیریم و بعد به این ترتیب یکی میکنیم. در آخر هم 1 زنجیره که زدیم نخ رو قیچی میکنیم و لابلای این نخ ها مخفی میکنیم. برای بندینک طرف مقابل هم اینجایی که این زنجیره ها رو داشتیم قلاب نخ رو میگیره، یه دونه زنجیره میزنم، حالا میارمش بالا و همون بافت تکرار میشه. فقط این طرف میایم نخ رو متصل میکنیم و بافت پایه جدید انجام میشه. این طرف هم به همون تعدادی که طرف مقابل بافتیم باید بیایم و این پایه های پفی رو ببافیم، 2 تا و این هم از 3 مرتبه‌ای که نخ میگیریم. به همین صورت تا آخر.